دوستان میخوام یه تعمیرات خیلی سریع بهتون آموزش بدم در مورد دستگاه نوکیا 106 که ایراد شارژ داره. همونطوری که میبینید دستگاه بعد از اینکه میزنیمش به شارژ علامت شارژ بهمون میده، ولی هیچ ولتاژی سر باتری نمیاد، یعنی علنا الکی این درصد داره نشون میده. آمپرسنجمون هم که اینجا میبینیم نوشته 5 ولت 0 آمپر. پس در اصل هیچ چیزی شارژ نمیکنه، فقط الکی داره درصد شارژ میکنه. حالا آموزش الان بهتون میگم چیکار کنید. خب من دستگاه رو میذارم روی میز، 4 تا پیچش رو باز میکنم. اولا این شارژر رو میکشم، 4 تا پیچ داره این گوشی، 4 تا پیچش باز میشه. گوشی هم روشنه و ایراد نرم افزاری نداره، صرفا ایرادش فقط به سخت افزارش مربوط میشه. اینطوری دستگاه رو 4 تا پیچش رو باز میکنیم، خیلی راحت این فرم قاب روی رو از فرم جدا میکنیم به این صورت. اینجا این مادربرد نوکیا 106 ما این توی اکثرا، یعنی من هر چی نوکیا دیدم با ایراد شارژ به غیر از یه مورد، تمامی ایراداتشون برمیگرده به همین رگولاتوری که اینجا هستش. این رگولاتور یکی از پایه‌اش قل نگرفته که عکسش آخر ویدیو میذارم براتون. اینو که شما قلش رو بزنید دستگاه دوباره احیا میشه و شروع میکنه به شارژ کردن به همین راحتی. زیادم سخت نیست، فقط کافی یه ذره روغن فلکسی بزنید و دستگاه رو قل بزنید. قسمتی قل نداره رو قل بزنید. یک کدوم از این پایه ها معمولا قل نداره. خب دوستان همونطور که میبینید اون پایه بالا سمت راستیه قلش خوب نگرفته، اون صرفا فقط همون روغن فلکسی داخل کارخونه است و خود قل مادربرد دستگاه نگرفتتش. من الان اینو براتون قل میزنم. حالا اگه اینجا مشخص بشه یک مقدار قل اینجوری میزنیم. خیلی زیاد شد، شما مثل من زیاد نزنید چون دارم ویدیو میگیرم، شاید زیاد خوب معلوم نباشه. ببینید به همین صورت تموم شد. 3 تا پایه هاشو میزنم که دیگه خیالمون راحت بشه. این الان کار تعمیرات این دستگاه تموم شد. دستگاه رو میذارم روی فرمش، یه باتری تست میذارم اینجا و دستگاه رو میزنم به شارژ. درصد شارژ اومد. اینم از آرم نوکیا. توی این مدل یه ذره سعی روشن شدنش سخته. شما بعد از اینکه حتی آرم نوکیا هم اومد باید دستتون رو روی دکمه روشن شدن گوشی نگه دارید، وگرنه روشن نمیشه. الان دیدید که من دستمو برداشتم سریع خاموش شد. اینم از این دستگاه داره شارژ میکنه. اینم ولتاژ آمپرش 6 دهم با ولتاژ 5. معمولا بعضی وقتا 0 میشه آمپر، مشکلی نداره، ولی مقدار شارژیشون توی آن جریان کشیشون بین نیم آمپر یعنی 5 دهم تا 8 دهم. من بیشتر از 8 دهم ندیدم، همشون روی 8 دهم دیگه ماکسیمومشون بوده. رو مدل نوکیا 106 با کد فنی T1114 که ما اینجا الان میتونیم با کد ستاره مربع 4 تا 0 مربع رو که بزنیم میاد اطلاعات دستگاه میاد بالا. کد فنی TA1114 این نوکیا اصلیه. اینم از ویدیو این دستگاه، راحت داره شارژ میکنه بدون مشکل. اگه از این ویدیو خوشتون اومد چنل منو لایک کنید،
سابسکرایب کنید، پیج اینستاگرام من دنبال کنید، منتظر ویدیوهای جدید باشید. من 2 پیج یوتیوب دارم، یه دونه به زبان فارسی، به زبان انگلیسی. میتونید از ویدیوهای اون پیج ها هم دیدن کنید.